من آخرش دلم میخواد یک روایت از حضرت امام حسین علیه السلام بخونم براتون که اینو ملاک همیشه فعالیت‌های اجتماعی، کنشگری‌های اجتماعیتون قرار بدید. شما که جوانید و راه طولانی در پیش دارید و عصر مقاومت هستش. आखिर में मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक रिवायत बताना चाहूँगी. मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इस रिवायत को अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल करें. امام حسین علیه السلام می‌فرمایند همه ادعای دینداری، حالا من دارم در واقع معنیشو میگم، همه ادعای دینداری دارن ولی وقتی که به بلا میافتند فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون، دیندارا کمن ولی همون کم منفعت قلیلت غلبت فعتا کثرت باذن الله. انشالله همدیگر رو زمانی که صدایی از طرف مستجار قسمت مستجار کعبه در اومد ببینیم اونجا با همدیگه جشن پیروزی مسلمین رو بگیریم. इंशाल्लाह कि जब भी हमें आवाज़ दी जाएगी एक मौजूद काबे की तरफ से, हम उधर एक दूसरे को देखें और कामयाबी का जश्न मनाएं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.